افطار سبک کنید برادرها. طعام های روغنین و 2 نمود 3 نمود طعام نخورید که بعد نماز تراویح هم خوانده نمیتونید و برای سلامتیتون هم وزنین است. یک چیزی دیگه خاطر رسان کنم که پیامبر صلی الله علیه و سلم حضرت انس خدمتگارشان بود. انس ابن مالک میگن که کان رسول الله صلی الله علیه و سلم یفطر علی رطبات و یک چند رطب گفته خرمای تر میگد. رطبات جمع کلمه رطبون، خرمای تر. خرمای تر خرمای خشک نه، خرمایی که از درخت کنده شده است کو تر، اونو آبش زیادتر است و شیرش کمتر. با همین پیامبر صلی الله علیه و سلم افطار میکردن یک چند دانه پیش از آن که نماز شام خوانند. فیلم یکون رطبات، اگر رطب نیاوند یعنی خرمای تر نیاوند، فتمراتون با خرماهای خشک که در بازار روسیه میفروشد کو فینیکای خشک، با همین دهان میکشیدم. اگر این هم نیاوند با چند قلط آب دهان میکشیدم. مقصد خرما با خرما کشیدن یعنی کوشش کنیم. بسیار فایده های طبی دارد، چون جگر بسیار شیرینی را دوست می‌دارد. مدتی دراز که به بدن و معده چیزی نمی‌رود، اولین چیزی که رود این خرما باشد بسیار فایده ها دارد. و این چنین در حدیث ابو هریره آمده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه نعم سحور المؤمن التمر، چخیل هم خرما سحری بهترین انسان است گفتند. یعنی به سحری هم اقلا یک دانه خرما خورید به سحری. حدیثی صحیح است به سحری هم اگر خرما خورید بسیار فایدهش بزرگ است. مقصد برادرای عزیز، مقصد شریعت از رمضان کم کردن خوراک است. حرکت کنید از سیر شدن بر وقتتر خودداری کنید، بعد فایده رمضان ظاهر میشد. یک دنیا کسلی هایی که جمع شده بود همه اینه جذب کرده حل کرده روزه از بین میبرد. لیکن اگر وقتی که شما پرخور و بسیار میخورید این ضرر دارد.